سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آغاز می‌کنیم. من مومین احمدی هستم. امروز 6 اکتبر است. نظر به محتوای برنامه. حمله به ملا حیدر شریفزاده، یکی از روحانیان معروف در کلاب و با الکتروشوک کرد. خودش گفت سبب حمله را نمی‌داند. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان رفتند تا بازداشت خبرنگاران را بحث کنند. مقامات تاجیک به حرف آنها گوش می‌دهند. چون این تشریف ها از فایده خالی نیستند. چون این تشریف ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان میشوند. چرا شکار بی‌رحمانه در تاجیکستان بیشتر شده است و جانوران نادر را خطر نابودی تهدید می‌کند؟ مقامات انتظامی در کلاب حمله به ملا حیدر شریفزاده روحانی شناخته را تحقیق می‌کنند. مقامات شخصیت حمله‌گر را معلوم کردند. نزدیکان این جوان از ملا حیدر خواستند از گناهش گذرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. ملا حیدر شریفزاده امام خطیب این مسجد است. او یکی از روحانیان شناخته در کلاب است. صدها نفر هر روز از پس او 5 وقت نماز خود را ادا می‌کند. ولی هفته گذشته هنگام خواندن نماز جنازه جوان به ملا حیدر با الکتروشوک حمله کرده است. نماز خواندیم، همین جنازه را خواندیم، اما کفای ما بود و با فکر یک کس نبودن و همون تشکیل کردن همون قوم یک بنام دیوانه را او زده بعد ایدسش او امروش گرفتنش او را اشاره کردن که بگیره مثلا دیگه کارش نگیریم فناش وقتا. ملا حیدر شریفزاده را در منطقه همچون با موعظه های بحث برانگیزش میشناسند، اما او میگوید که با گفته هایش جامعه را تربیت میکند. انگیزه حمله را هم خودش میگوید که دقیقا نمیداند به چه خاطر صورت گرفته است. درست یا بگم یگان چیز نمیفهمم. مردم فند نصیحت میکنم که یک کس دوست دشمن نکنم. مقامات پلیس هویت حمله کننده را مشخص کرده است. در اداره ملیسای کلاب گفتند که او بیماری روانی است. اما امام بیم دارد که حمله کننده به دیگران آسیب نرساند. 5 سال پیش هم نام ملا حیدر در سرخط رسانه ها بود. آن وقت در خانه‌اش سوختار به عمل آمده 90% خانه‌اش سوخته بود. حالا ملا حیدر شریفزاده 76 سال دارد و امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب است. این مسجد را داملا سالهای 1990 تشکیل کرده است. تا کنون ساختمان این مسجد دوام دارد. ساختمانی که 3 دهه می شود تا حال به آخر نرسیده است. یک هیئت از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بررسی وضع آزادی مطبوعات به تاجیکستان سفر کرده است. سفر هم در زمان صورت می‌گیرد که چند خبرنگار در تاجیکستان بازداشت شدند و دادگاه‌ها آنها را یکی پس دیگر به زندان محکوم می‌کنند. وضع خبرنگاران باور ندارند سفر هیئت به سرنوشت خبرنگاران تأثیر رسانیده تواند. همکارانم براد یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش می‌دهند. پس منظر بازداشت و محکوم به زندان شدن تعدادی از خبرنگاران، هیئت به رهبری ترزا ریبیرو، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل آزادی مطبوعات چند روز است در تاجیکستان قرار دارد. اعضای این هیئت با نمایندگان چندی از رسانه و سازمان‌های ژورنالیستی ملاقات کردند، اما جزئیات صحبت‌ها اعلام نشده است. در این شب روز سفر کردن نمایندگان صحه بیانگر آن است که نهاد نامبرده از بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و بلاگران تاجیک نگران شده است. ولی کارشناسان و رهبران رسانه‌ها در تاجیکستان با اهمیت سفر این هیئت نگاه‌های مختلف دارند. البته این چنین تشریف ها از فایده خالی نیستند. چنین تشریف ها یک اشاره به حکومت تاجیکستان می شوند به خاطر نگاه داشتن یک توازن، به خاطر اجرا کردن عهده‌داری های بین المللی خود که وعده کردند آزادی بیان را، آزادی وجدان را، آزادی سخن را حمایت می کنند. رئیس مدیا آلیانس تاجیکستان می‌افزاید هرچند تاثیر صحه به حکومت تاجیکستان سالهای اخیر ضعیف شده است، امکان دارد واکنش آن این بار فرق کند. چون در تاجیکستان سالهای اخیر فشار به مطبوعات هرگز به این سطح نرسیده بود، اما برخی از صاحب رسانه‌ها با اشاره به آنکه صحه سالهای اخیر نه به مطبوعات بلکه حکومت همکاری می‌کند گمان است که آمدن هیئت آن چیزی را تغییر دهد. اون نفرانی که ترقی ABC می‌بینند اونها به نظرم گاه چنین می‌نماید که برای
کافی بریک و برای کار کردن پلیس سفر خدمتی می آیند. چرا؟ چون که ببینین مثلا در مسئله ژورنالیست‌های تاجیک مدتی 4 سال است که عموما سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه عموما همکاری با واسطه اخبار عامه ندارد و هر برنامه هایی که دارد برنامه ها با حکومت ها با ساختارهای گوناگونی حکومتی است. مسئولین برخی از سازمان‌های ژورنالیستی بر اینند که ساحه برای تاثیر به سرنوشت خبرنگار و بلاگران بازداشت شده مکانیزم ضروری تاثیر را ندارد. پیش هم نمیتونستن. حاضرم یک میگفتن که خیلی ما کمتر خجالت شدیم. اگر خاطرتون باشد دنیا میاتویچ بود در OBSE امو وینا از اونجا اون صدا میداد که ما التماس میکنیم که این خیلی شود با چه گویم справедливый подход کرده بینن همین مسئله رو حل کنن مسئله رو. حاضر عموما نه دنیا میاتویچ است نه بعدی اومدگی آدمو هست نه دیگر و دیگر. من گفتم که نشوندیم خاطر من برم دست که این خیلی تشکیلات در دنیا هست. روابط تاجیکستان با ساحه و هم اداره نماینده آزادی مطبوعات این سازمان در این بین چندان هموار و آسان نبود. سال 2016 تاجیکستان از این نهاد شکایت کرد و با تعدیل بستن نمایندگی ساحه سبب برکناری دو رهبری آن شد. دوشنبه رسمی از بهای این سازمان به انتخابات‌ها و منبر دادن آن به نمایندگان حزب و گروه‌های مخالف ناراحت است و امسال هم وکیلان خود را به همایش ورشوا نفرستاد. و خبری از پاکستان. هفته‌های اخیر در ولایت خیبر پختونخوا در شمال و غرب پاکستان و هممرز با افغانستان اعتراض ضد تحریک طالبان بیشتر شده است. اکثر مردم از بازگشت طالبان پاکستانی هراس دارند. ساکنان میگویند آنها ثبات نسبی منطقه را تحت خطر میگذارند. گزارش صدای آمریکا را در تهیه همکارمان شهلای عبدالله میبینیم. ساکنان وادی سوات پناهگاه طالبان پاکستان در گذشته بر ضد افراطگرایی تظاهرات کردند. آنها به طرفداری از صلح در خیبر پختونخوا منطقه هممرز با افغانستان زیر نظارت طالبان شعار دادند. راهپیمایی در ولایت 40 میلیون نفری پاکستان زمان آغاز شد که جنگجویان طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان پاکستان معروفند در منطقه های قبیله نشین وزیرستان و خیبر پختونخوا در وادی سوات دوباره از خود درک دادند. سوات که زمان همچون گهواره جهان شناخته میشد متاسفانه قربانی سیاست نادرستی حاکمان شد. روحیه جنگی در اوج است و ما بار دیگر شاهد افزایش نشانه‌های تروریسم میشویم. برای کوکوجی و طرفدارانش تشکیل گردی همایی آسایشته که هفته قبل در سوات گذشت دشوار بود. روز 13 سپتامبر جنگجویان گفتند یک فرمانده با نفوذ و 4 همراهش را که ضد طالبان مبارزه می‌بردند کشتند. سال 2008 پدرم را شکنجه کردند، اما که دویمم نیز شکنجه شده است. یک امک بچه‌ام در نتیجه ترکیش جان باخت. درد و الم تا حال در دل ما مانده است. یوسف زای ضد سازش صلح با گروه‌هایی است که آنها را تروریست می‌نامند. زیرا به گفتش در گذشته هم با تحریک طالبان پاکستان چنین سازشنامه بحث برانگیز امضا شده بود. در خیبر پختونخوا حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را به برخورد نرم با جنگجویان ابدار می‌کنند. با ظهور طالبان در منطقه ما شاهد چنین گرد همایی و اعتراضهای آسایشته در تمام منطقه گشتیم. یک عضو مجلس ولایت مورد حمله قرار گرفت. او زنده ماند اما 4 مرد دیگر کشته شدند. طمع‌جویی، تهدیدهای تلفنی و کشتار هدفمندانه به یک امر معمولی تبدیل یافته است. حکومت ولایت در این مسئله خاموش است، اما ما مخالفان در این جلسه ها از وضع ترتیبات حقوقی در ولایت بارها صدا بلند کردیم.
بعضی از روزنامه‌نگارانی که روز 14 سپتامبر به منطقه وزیرستان جنوبی رفتند خبر دادند که در بعضی شهرها پرچم‌های سفید طالبان را دیدند، اما نیروهای امنیتی به آنها اجازه ندادند که عکس بگیرند و یا ثبت کنند. از سال 2004 تا سال 2018 در حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین که اکثرا آنها را مربوط آمریکا می‌دانند، ده‌ها چهره‌های شناخته القاعده و طالبان که در وزیرستان پناه برده بودند کشته شدند. و برمیگردیم به تاجیکستان. حامیان حفظ حقوق در تاجیکستان از شکار بی‌رحمانه جانوران شکایت می‌کنند. به گفته آنها برخی ماهی را با اصول ترکاندن مواد ترکنده شکار می‌کنند که این اصول تمام ماهی را نابود می‌کند. برخی دیگر در وقت باردارشوی حیوانات نادر را شکار می‌کنند. این شیوه شکار ده‌ها نوع جانور در تاجیکستان را در راستای نابودشوی قرار داده است. گزارشی همکاران ما در همین باره است. آزار سگ و گربه، کشتن خزنده ها، ماهیگیری با برق و ترکیش، شکار دزدی از مشکلات اساسی این رشته است. فیضعلی حکیموف مدیر پژوهشگاه زوالوژی و پارازیتولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان این مشکلات را با عادت‌های نادرست و پستی فرهنگ مناسبت با محیط زیست ربط می‌دهد. عقیده‌های نادرست داشتن، معلوماتی نادرست داشتن نسبت به همین خزنده ها، آنها باعث تحقیر از جانب انسان قرار می‌گیرد. تاتیانا نیکولاینا گایداماکو ماهیگیر سابقه‌دار میگوید صید ماهی با استفاده از برق و مواد ترکنده سبب نیست شدن نسل ماهیان می‌گردد. وحشتناکترین کار نابودکنی ماهی با نیروی برق است. چنین عمل را در تمام قلمرو تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. علی خان لطیفی رئیس انجمن شکارچی‌های تاجیکستان میگوید که بدرفتاری با جانوران حالا تقریباً دیده نمی‌شود. افزایش تعداد بز مارخور و ببر برفی در تاجیکستان دلیل آن است که مقامات برای حفظ جانوران تدبیرهای را انجام می‌دهند. متاسفانه من همین چند روز پیش با یک روزنامه‌نگار صحبت داشتم. گفتم اون چیزایی که از خارج می‌بیایند معرفی می‌کنند، اون چیزایی که در تاجیکستان است، پیشروی تاجیکستان در حفظ محیط زیست، در حفظ عالم حیوانات که هست نشون می‌دهند، شما کم نشون می‌دهید. ادیبی تاجیک مجید سلیم میگوید فعلا برخی از نمود پرنده ها در تاجیکستان کاملا از بین رفته است. بعضی هموش پرندگان خیلی نادر با مثل چلمنگوشتک، با مثل شانه سرک، با مثل زروغلیج، با مثل سنگودوک، همین بعضی پرنده نامش مونده است، همین نامش را فراموش کردن. مجید سلیم افزود که تنگ شدن موضع سکونت جانوران سبب از بین رفتن برخی آنها شده است. تاجیکستان از فروش اجازه صید بز مارخور تقریباً $1 میلیون فایده به دست می آورد. اما تنها بخش کمی از این درآمد برای حفظ جانوران به کار می رود. در ارزیابی وضع حقوق بشر در ورشو قضیه دو زاده بدخشان شاعر و نواربردار میسر سعدانشایف و عضو کمیسیه 44 افتخار سعید بیکوف را بحث کردند. آنها تابستان امسال به مدت دراز زندانی شدند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات زندانیان روز 5 اکتبر در نشست ورشو گفته است هر دوی آنها با اتهام بافته از آزادی محروم شدند. ولی نه یگان فعال جامعه شهروندی و نه یگان سازمانی حامی حقوق انسان در تاجیکستان صدای بلند نکرد. بابایف خواسته است نمایندگان سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بین المللی برای تحقیق قضیه اعضا بیروند. با همین اخبار ما به پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه رادیو آزادی و در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرامی رادیو آزادی پیدا کنید و پیگیری نمایید.